عرض ادب و احترام خدمت دوستای عزیزم. تو کتاب 4 اثر اسکابلشین یه مطلبی خوندم که نوشته بود که درون شما یک شنونده خاموش است که هر چی شما میگی تو ذهنت میشنوه. بس خواهش میکنم ذهن تو طوری طراحی کن که فقط به حرفای مثبت تکیه کنه و فقط حرفای مثبت تو ذهنت رد و بدل بشه. حالتو خوب کن، حال دلتو خوب کن. ببین شما میوه اعمال و رفتار گذشته‌تون هست. اگر میخواید آینده بهتری داشته باشید باید الان پایه‌ریزی کنید و ذهنتون رو به سمت نکات مثبت زندگیتون، داشته هاتون، حال خوبتون، سلامتیتون سوق بدید و مطمئن باشید که روزای خیلی خوبی در انتظار هممون هستش، با ذهنیت مثبت، با نگاه مثبت و خدایی که به شدت کافی است.